یه پرنده کوچیک میتونه مار سمی رو شکست بده؟ یه پرنده هست به اسم مرغ جنگلی سرخ که اصلاً از مار خوشش نمیاد. تا مار رو میبینه با سرعت وحشتناک میپره سمت سرش و با چنگالهای تیزش حسابی میزنه داغونش میکنه. مار حتی اگه بخواد سریع فرار کنه و بره تو سوراخ قایم بشه، این پرنده ولکن نیست، دوباره حمله میکنه و پسش میزنه. انگار که داره با مار بازی میکنه، نه اینکه واقعاً بجنگه. این پرنده اونقدر اعتماد به نفس داره که حتی جوجه های کوچیکش هم وقتی مار میبینن با ترس فرار نمیکنن، صاف میرن سمتش و باهاش درگیر میشن. محقق‌ها میگن این رفتار ذاتیه و نشون میده این پرنده از همون اول یاد گرفته چطور با یکی از خطرناکترین موجودات طبیعت بجنگه و پیروز بشه. به همین دلیله که به مرغ جنگلی سرخ میگن کابوس مارهای سمی. یعنی یه پرنده کوچیک که به تنهایی میتونه ماری رو شکست بده که حتی برای آدم‌ها هم خطرناکه. حالا تو بگو، اگه سر راهت همچین پرنده‌ای ببینی، طرف اون میری یا مار؟